امروز یکی از همکاران بهم زنگ زد و گفت تو با این همه تنوع ریموت یه موقع اشتباه نمی‌کنی؟ گفتم نه، به خاطر اینکه من تخصصم اینه. من تمام ریموت‌ها رو خودم میسازم برای ماشینا. فقط صرفاً یه کاور خالی رو نمیفروشم به مشتری. مشتری هر ریموتی، هر ماشینی و هر کاوری که بخواد رو من واسش موجود دارم. میخوای تنوعش رو ببینی؟ کردم یه جوری ریموت‌ها رو بچینم که توی قاب جا بشه، اما خب این همه ریموت‌هایی که ما داریم نیست. تمام کاورهایی که شما از ما خرید می‌کنی ریموت اصلیش توی مجموعه ما موجوده. چرا؟ چون ما تمام این ریموت‌ها رو برای ماشین‌های مختلف و برای مشتریامون می‌سازیم. وقتی کاورش برامون موجود میشه خودمون اول تستش می‌کنیم، روی ریموت اصلی می‌بندیم که این موقع گیر و ایرادی نداشته باشه، مشتری با مشکل برخورد نکنه. این ریموت موتورهای طرحه که از موتورهای فابریک بزرگتره و خیلی‌ها نمیدونن کاور ریموت اصلی رو به جای کاور ریموت فرعی به شما میفروشن. این یه مدل مازدا تیریه که کلیدش به این صورته. این یه مدل مازدا تیریه که کلیدش عمودی بسته میشه. این دوتا با هم خیلی فرق میکنن. یعنی وقتی شما این کلید رو باز میکنی تیره به این صورته و این به این صورت. خب این خیلی بابت کاوری که شما داری بابتش هزینه میکنی و پول بابتش میدی مهمه. باید بدون کلید شما به چه صورتی باز و بسته میشه. این ریموت ماشین سهنده، این ریموت کادیه که برای اکثر ماشینا قابل تعریفه. اینا ریزه‌کاریایی که خیلی‌ها نمیدونن. این ریموت هیوندای و کیا 4 دکمه است. این 3 دکمه قالبشون یکیه ولی حتما باید 3 دکمه 4 دکمهشون رعایت بشه. ما بابت ادعایی که داریم دلیل داریم، به خاطر اینکه کلی علم پشتشه. برای دیدن تمام مدل‌های موجودمون فقط کافیه اسم ماشینتو بفرستی.